موقع تاجیکستان یا چرا جمهوری تاجیکستان کشوری تجاوزگر نیست؟ این موضوع مقاله سیاستمدار عبدالله رهنما است که دوام 2 هفته آخر در سرخط رسانه‌های خبری صحیفه‌های اجتماعی پهن گردیده است. محتوای مقاله بیشتر اساسهای حقوقی موقع جمهوری تاجیکستان در بحث مرزی با جمهوری قرقیزستان را در بر می‌گیرد. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و بخش جوانان با مقصد شرح و توضیح مقاله مذکور با دانشجویان و جوانان فعال دانشگاه‌های عالی ملاقات نمودند، زیرا بحث و مناقشه‌های مرزی امسال به یک مسئله مهم تبدیل یافته، حتی با عاقبت ناخوش خونریزی فوت کودک بیگناه و اشخاص کلانسال انجامید. مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و دیگر تهدیدهای زمان معاصر یکی از سمت‌های مهم فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست داخلی و خارجی راهبری عالی مملکت میباشد. ملاقات در مرکز فرهنگی شهر خوجند با اشتراک معاون رئیس شهر فیروزه نورالله‌زاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند بختیار اسمتجانوف، استادان دانشگاه‌های عالی و دانشجویان و جوانان فعال دایر گردید. در دایره ملاقات به اشتراکچیان مقاله سیاستمدار عبدالله رهنما پورا شرح و توضیح و معنی داد کرده شد. دکان فاکولته زبان‌های شرقی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف اسلام رحیموف هنگام سخنرانیش مطالعه این مقاله را برای دانشجویان خصوصا جوانان مهم ارزیابی نمود، زیرا بعد از مطالعه کردن آنها عاید به اساسهای حقوقی موقع جمهوری تاجیکستان در بحث مرزی با جمهوری قرقیزستان معلومات مفصل خواهند گرفت. خوب تجاوزگر در همین مقاله به کدام معنا آمده است؟ نه اینجا تجاوزگر به معنای ضبط کننده، یک ممکن دیگر غصب کننده، یعنی تاجیکستان در مسئله سرحد غصب کننده یا اینکه به اصطلاح بین الخلقی اکوپانت نیست، یعنی یک حدود ملک دیگر را اشغال میکردگی مملکت نیست. و در همین مقاله خوب 3 چیزی اساسی است. یکم اصطلاح هست همینجا بسته حجت‌های 1924 1929 و 1932. این چی گفتنی گپ است؟ خب این یک حجتی تاریخی است، حجت‌های معین کننده خط سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان. اطلاع داده شد که آغاز تأسیسیابی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در حدود سابق دولت اتحاد شوروی در اولهای سالهای 20 عصر گذشته زمینه گرفته، همه حجت‌نگاری و عکس و خاطره‌های آن سالها برعکس سخن‌های اخواگرانه همسایه کشور میباشد. محض از این خاطر پهلوهای گوناگون جهت‌های منفی و تلخی موضوع مرزی بین جمهوری تاجیکستان با جمهوری همسایه قرقیزستان در مقاله سیاستمدار عبدالله رهنما با آوردن دلایل‌های دقیق و اساسناک با حجت‌گذاری‌های آن سالها گرد آورده شد. سال 1932 همین خط سرحدی باز از سر نو تصدیق شد، یعنی در همین سطح‌های درباره تصدیق شد. خب همین حجت‌های سالهای 1924 1929 و حجتی سال 1932 اساسی ترین حجتی است که تاجیکستان خب دعوا میکند که همین حجت‌های رسمی است. این با موافقه کانستیتوسی اسر است. خب موافقه دیگر یعنی اگر مسئله مرزی شود در زمان شوروی خب یک جمهوری اتفاقی دوم جمهوری اتفاقی اینه تا سطح مقام عالی قانونگذارش تصدیق کردنش در کار بود و بعد مقام بالایی در اسر در مسکو باید این چیز تصدیق میشد. همچنین در مقاله سیاستشناس عبدالله رهنما آمده است که جانب تاجیکستان در یگان حالت نمیتواند همچون کشوری تجاوزکار یا اگریسور شناخته شود، زیرا تاجیکستان به قلمرو قانونی قرقیزستان دخالت ندارد و اینچنین به آن دخالت یا هجوم نکرده است، بلکه از کشوری همسایه بازگردانیدن زمین‌های قانونی خودش را طلب دارد. حتی در حالتی با راه زوری و نظامی زمین‌های قانونی خود را برگردانیدن است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر واقعی و تاریخی تاجیکستان کشوری هجوم کننده و طرفی تجاوزکار نمی شود، زیرا یک کشور نمی تواند به قلمرو خودش هجوم کند یا به آن تجاوز کند. از این رو در این بحث و بحران موقع تلاش و مبارزه تاجیکستان برای برگردانیدن یا آزاد کردن قلمرو غصب شده خود ماهیت عادلانه دارد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه لاتی خبر.